وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت و در این برنامه ان شاء الله خواهیم کشید و پیرامون موضوع بدعتی که ارتباط به اعتقاد یک مسلمان میگیرد ان شاء الله صحبت خواهیم کرد و آن موضوع نذر برای غیر خداوند سبحانه و تعالی است. اولا باید بدانیم که نذر چی هست. نذر همانا چیزی است که شریعت اسلامی آن را بر شخص لازم نکرده و شخص خودش برای خودش آن را لازم می کند و این نذر می تواند نذر در طاعت باشد و می تواند نذر در معصیت باشد و این نذر برای غیر الله سبحانه و تعالی هم می تواند باشد و آن نذری که به هر صورت نذر اطاعت یا نذر در فرمان برداری هست باز از خود اقسام و انواع خاص خودش دارد که آن ارتباط می گیرد به بحث فقه که ما در اینجا در این مورد نمی پردازیم و در مورد این موضوع صحبتی نخواهیم داشت. فقط آنچه که به برنامه ما مربوط می شود و در این قسمت ما در مورد آن خواهیم کشید تا صحبت فراگیر ان شاء الله بکنیم و صحبت جامع و کامل و خلاصه و مختصر باشد. پیرامون این است که نذر چی هست و آیا برای غیر خداوند سبحانه و تعالی نذر کردن درست است یا نیست؟ چون ما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم متاسفانه نذرهای مختلف وجود دارد. نذر برای قبر، نذر برای شیخ، نذر برای فلانی، نذر برای فلان ائمه، نذر برای فلان امام، نذر برای شعله‌های خاص ساختن برای افراد خاصی و به نام اونها ساختن و به درمیان مردم تقسیم کردن و برای مردم دادن. فرد به گردن خود میگیرد و بر خود لازم میکند که من اگر فلان کارم شد میروم به قبر فلانی و به قبر فلان کس در اونجا، یا میروم مثلا کنار قبر امام رضا، یا میروم به کربلا، یا میروم در مثلا قبرستان هایی که در افغانستان است، مثلا میرم سر قبر خواجه عبدالله انصاری، میروم سر قبر فلانی، سر قبر فلانی، اونجا یک گوسفند یا یک حیوان ذبح میکنم و میکشم و قربانی میکنم و این شخص این را بر گردن خود لازم میکند. یا اینکه در نزد فلان شیخ من خواهم رفت و آن را خواهم کشت، نه ای که به خاطر خداوند متعال و به خاطر الله سبحانه و تعالی باشد. ما گفتیم که نذر میتواند در طاعت باشد و نذر میتواند در معصیت باشد، اما تفاوتی که میان نذر لغیر الله یا نذر برای غیر خداوند متعال سبحانه و تعالی و نذر در معصیت هست اینه که نذر لغیر الله یا نذری که برای غیر خداوند سبحانه و تعالی باشد آن حقیقتاً الله سبحانه و تعالی در آن دخل ندارد، بلکه چیکار میکنه؟ میگه که من این را نذر میکنم برای قبر فلانی، این را نذر میکنم در کنار قبر فلانی میروم این را میکشم، این حیوان را مثلا ذبح میکنم،
یا فلان چیز را تقسیم میکنم، یا شعله میسازم، یا حلوایی میسازم، یا نخود و کشمیش چیزی به هر حال در میان مردم تقسیم میکنم و میدم و این را به گردن خودش لازم میکند، لازم میگرداند که من این کار را در کنار قبر فلانی یا در نزد فلانی یا به خاطر فلانی نعوذ بالله انجام میدهم. اما نظر معصیت اینه که برای خدا و به نام خدا به خاطر خدا انجام میده، نه که نام کسی دیگری را بگیره. نام کسی دیگری را نمیگیره و نیتش هم کسی دیگر نیست، اما نظرش اشتباهه. نظرش اشتباهه. مثلا میگه من میگه بر گردن خودم گرفتم، بر خودش لازم میگیره که من دیگر با فلانی حرف نمیزنم، من دیگر نماز نمیخوانم. اینها نظر در معصیته. لازمه که شخص نظرش را به هر حال وفا نکنه با آن، بلکه نظرش را از بین ببره. اما در نظری که در لغیر الله هست یا نظری که برای غیر خداوند سبحانه و تعالی انجام میشه، لازم است که انسان آن را انجام ندهد. مثلا چون این عمل شرکیه، این عمل شرکیه و برای یک مسلمان سزاوار نیست که این عمل را انجام بده. بره در کنار قبر فلانی حیوان ذبح بکنه، بره در کنار قبر فلانی حلوا پخش بکنه، بره در کنار قبر فلانی اونجا شعله بپزه و برای مردم تقسیم بکنه. این چون شرعاً به عنوان شرک محسوب میشه، بناهن یک مسلمان نباید با آن عهد خود و با آن پیمان و با آن نذری که کرده وفا بکنه. لازم نیست که او به نذر خود وفا بکنه، بلکه لازم است که بر این نذر که حقیقتاً برای غیر خداوند سبحانه و تعالی انجام شده وفا نکنه و آن را انجام نده. یعنی مسئولیت یک مسلمان اینه که این عمل شرک را انجام نده. اگرچه قبلا تصمیم گرفته بوده که من این کار را میکنم، اما وقتی فهمید که این عمل شرکه نباید انجام بده. ما چرا اینقدر تأکید داریم که نذر لغیر الله شرک است؟ اولا این که عزیزان بدانید که نذر ذاتاً خودش یک عبادته. نذر ذاتاً یک عبادته. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه حج آیت 29 میفرماید ولیوفوا نذورهم، و باید وفا بکنن به عهدشان. ولیوفوا نذورهم، باید به نذرهای خود وفا بکنند و این امر افاده وجوب را می کند. و مادامی که یک چیز عبادت نباشد، یک چیز به آن انسان خودش را به الله سبحانه و تعالی نزدیک نکند، الله این گونه آن را دستور نمی دهد. این گونه دستور نمی دهد که به این نذر خود باید وفا بکند. بنابراین این نذر عبادته. یا در جای دیگر خداوند سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره آیت 270 میفرماید و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله یعلمه و ما للظالمین من انصار. میفرماید آنچه که از نفقات خود شما نفقه میکنید و آن را خرج میکنید، او نذرتم من نذر، یا شما نذری را نذر میکنید، نذری را میپردازید، فإن الله یعلمه، الله سبحانه و تعالی آن را میداند. فإن الله یعلمه، الله آن را میداند. الله آگاه است که شما این نفقه و این خرج را به خاطر الله متعال انجام دادید یا به خاطر کسی دیگری ریا کردید، یا این که این نذر حقیقتا شما این را به خاطر خداوند سبحانه و تعالی این نذر را دادید، یا این که هدفتان از دادن این نذر چیز دیگری بوده. فإن الله یعلمه، الله متعال آن را میداند. و ما للظالمین من انصار. آنچه که مورد استناد است این است که در این آیه قرآن کریم نشان میده که نذر عبادته. نذر عبادته. یا الله سبحانه و تعالی در صفات انسانهای خوب و انسانهای نیک در سوره مبارکه انسان آیت 70 میفرماید یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. آنچه که مورد بحث است اینه که الله متعال میگه یوفون بالنذر، آنها به نذور خود و با آنچه که نذر میکنند وفا میکنند.
در صفات انسانهای نیک و انسانهای خوب میگه. بناهن از این آیات برمی آید که این حقیقتا نذر عبادته. یا ما حدیثی داریم که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من نذر ان یطیع الله فلیطیعه. کسی که نذر میکنه که الله را اطاعت بکنه باید اطاعت بکنه. در اینجا هم امره و امر افاده وجوب میکنه و این وجوب و یا این امر در عبادته. رسول الله علیه السلام میفرمایند من نذر ان یطیع الله فلیطیعه. کسی که نذر میکنه که اطاعت خداوند متعال و پیروی ذات یکتا و بی همتا را بکنه فلیطیعه، پس الله متعال سبحانه و تعالی را لازم اطاعت باید بکنه. و من نذر ان یعصیه فلا یعصیه. و کسی که نذر میکنه که معصیت الله را انجام بده انجام نده، وفا نکنه به این عهد خود. چنانچه من قبلا گفتم به عنوان مثال کسی نذر میکنه، نذر معصیت، نذر میکنه که من دیگه با فلانی حرف نمیزنم. چرا حرف نمیزنی؟ مگر رسول الله علیه السلام نمیگن که هیچ مسلمانی از همدیگر 3 روز بیشتر از 3 روز نمیگذرن و دور نمیشن الا اینکه هر کدام اینها بعد از این اگر بمیرن وارد جهنم میشن؟ یا دوری کردن و سخن نگفتن با یک انسان مسلمان به اندازه 1 سال مثل قتل اوست. چرا با این حرف نمیزنی؟ این نذر در معصیته. یا کسی خودش نذر میکند که به والله قسم من دیگه وارد مسجد نمیشم. عجیبه، یعنی این نذر در معصیت الله. لازمه که این انسان نذر خود را بشکنه، لازمه که این عهد پیمان خود را انسان بشکنه و توبه بکنه در پیشگاه خداوند سبحانه و تعالی. اگرچه در مورد این موضوع که نذر در معصیت آیا کفاره داره یا نداره این بحث جدایی هست، ما به این بحث نداریم و به این حرف نداریم. اما انسان مادامی که در معصیت پروردگار متعال نذر میکنه باید نذرش را بشکنه. اما اگر در طاعت خداوند سبحانه و تعالی انسان نذر میکنه و بر خودش چیزی را لازم میداره، ما گفتیم نذر اینه که انسان خودش چیزی که بر او لازم نیست بر خود لازم میکنه، واجب میکنه. نذر کرده که طاعت پروردگار را بکنه، نذر کرده که کار خوبی انجام بده، بکنه آن کار را انجام بده. و رسول الله علیه السلام میگن فلیطیعه، پس الله متعال را در این نذری که در طاعتش کرده آن را ادا بکنه و با آن حقیقتا جامعه عمل بپوشه. اما بحث اینجاست که از این مجموعه آیات و حدیثی که بیان کردیم برمی آید که نذر کردن عبادته. وقتی که عبادت ثابت شد که این عبادته، باز میگردیم با آیات دیگر قرآن کریم که آیا نذر کردن یا عبادت غیر الله درست است یا نیست؟ آیا درسته که مادامی که ثابت شد که نذر عبادته، آیا درست هست که ما این عبادت را به غیر الله متعال بگردانیم؟ آیا درست است که این عبادت به غیر الله متعال انجام بشه؟ حالا بحث اینجاست. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه فاتحه، اولین سوره‌ای که در مصحف است و هر مسلمان این سوره را حفظ داره چون در نمازها میخوانه، واجب لازمه که بخوانه. در این سوره مبارکه الله متعال میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تو را عبادت میکنیم. و معنای کلمه توحید لا اله الا الله این است که هیچ معبودی جز الله نیست، هیچ معبودی که سزاوار پرستش باشد غیر از الله متعال نیست. پس مادامی که ما دانستیم که نذر عبادت است، باید عبادت را خاص برای الله انجام بدیم. برای یک مسلمان درست نیست که بگوید لا اله الا الله، هیچ معبودی لایق و سزاوار پرستش و عبادت نیست، باز مراجعه بکند در نزد یک قبر، در اونجا چیکار بکنه؟ حیوان ذبح بکنه، یا این عبادت نذر را یا این چیزی که برای خودش لازم میکنه برای غیر الله این کار را انجام بده، برای غیر الله سبحانه و تعالی این کار صورت بگیره. برگردن خود لازم بگیره که من برای امام حسین مثلا،
برای امام حسین من نذر میکنم، برای حضرت علی نذر میکنم، برای ابوبکر و عمر نذر میکنم رضی الله عنهما، برای فلان ولی، برای فلان شخص، برای فلان قبر، برای فلانی، برای هر کس میخواد باشه من نذر میکنم. نذرهای مختلف امروز در جامعه ما متاسفانه وجود داره، نذرهای شولعی، نذرهای به هر حال گوشتی، نذرهای متفاوت وجود داره و هر کس برای خود آمده یک نذر را گذاشته که ان شاء الله اگر پروردگار متعال بر ما توفیق داد در بحث بدعاتی که در ماها وجود دارد وقتی که وارد شدیم ان شاء الله این بحث را باز خواهیم کرد که در فلان ماه مثلا فلان نذر مشهوره و صفاتش چیه و ان شاء الله در مورد آن صحبت خواهیم کرد. در مورد نذر لغیر الله گفتیم مادامی که ثابت شد که نذر عبادت، برای یک مسلمان سزاوار نیست که آن را به غیر الله سبحانه و تعالی این عبادت را انجام بده. اجازه بدین که یک میان برنامه ببینیم، بعد از میان برنامه ان شاء الله بحثمان را ادامه خواهیم داد. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان میگذشت آگاه بود، پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، عرض می کردیم که نذر یک عبادته و این عبادت نباید به غیر الله سبحانه و تعالی انجام بشه. باید فقط و فقط این عبادت که همان نذر هست برای الله سبحانه و تعالی انجام بگیره. اجازه بدین که در این مورد یک حدیث دیگری هم بیان بکنیم و ان شاء الله موردی در مورد نذرهایی که امروز مشهور هست و صورت میگیره که همان ذبح لغیر الله هست و کشتن حیوانات در نزد قبور هست ان شاء الله صحبت‌های خواهیم کرد. حدیثی که عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنهما روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله علیه و سلم فرمودند خیرکم قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. میفرمایند که بهترین قرن همان قرنی است که من در آن زیست دارم و زندگی میکنم. بعد کسانی هستند که بعد از ایشان میآیند، یعنی بعد از قرن من، ثم الذین یلونهم، بعد کسانی هستند که بعد از آنها میآیند. عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنهما میفرماید که فما ادری قال النبی صلی الله علیه و سلم مرتين او ثلاثه. عمران ابن حسین میگه من نمیفهمم که رسول الله علیه و سلم این جمله را ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم دو بار گفتن یا سه بار گفتن. اختلاف است در راوی که پیامبر علیه و سلم دو بار گفتن یا سه بار. خب روایات دیگری میآید این را واضح میکند، نه اینکه این به همین گونه مانده باشه. بعد میفرمایند رسول الله علیه السلام میفرمایند ثم یکون بعدهم قوم، بعد از این قرون مردمی میآیند که یشهدون ولا یستشهدون، شهادت میدن بدون اینکه از اونها طلب بشه که شما شهادت بدین، بدون اینکه از اونها خواسته بشه شما گواهی بدین، به هر حال خودشان را پیش میاندازن و شهادت میدن. و احیانا میشه که بدون اینکه او را قسم بدی قسم میخوره. رسول الله علیه السلام میگن این مردم پیدا میشن. و یخونون ولا یؤتمنون، و خیانت میکنن و در امانتدار نیستن، خیانت انجام میدن. هر عملی که به اونها سپرده بشه در کار خود خیانت میکنن. حالا خیانت تنها در مال نیست، میتونه موارد مختلفی باشه. انسان جای کاری داره، مسئولیتی داره، وظیفه‌ای داره، اگر در همان هم کوتاهی بکنه و تقصیر بکنه نوعی خیانته. در ریاست کار میکنه، در اداره کار میکنه، در جای موظفه، هر چی که باشه اینها هم جزء همان امانت هاست، امانت هایی است که به شخص سپرده میشه. پس بنابراین
رسول الله علیه السلام میفرمایند و یخونون ولا یؤتمنون، اینها خیانت میکنن و در این خیانت و در امانتها امانتدار نیستند. و ینذرون ولا یوفون، نذر میکنن ولی وفا نمیکنن. پس معلوم میشه که نذر عبادته، نذر عبادته، و الا اینکه اینقدر شریعت اسلامی تأکید نمیکرد، تأکید بر این نمیداشت که شما حتما باید وفای به نذر بکنید. مثل که آیات قرآن کریم هم گفتیم صریحه که الله میگه ولیوفوا نذورهم، باید که به نذرهای خود وفا بکنن. در سوره مبارکه حج میگه. ادامه حدیث اینجا هم خالی از به هر حال فایده نیست که حدیث را تمام بکنین. در ادامه رسول الله علیه السلام میفرمایند و یظهر فیهم السمن، و چاقی در میانشان زیاد میشه. چاقه ها بیشتر از لاغرها میشن، چاق زیاد پیدا میشه در جامعه. اینها رسول الله علیه السلام به عنوان اخبار میگن، به عنوان خبر میگن که این بحث علمی هست که مادامی که یک چیز از باب خبر وارد میشه، آیا آن کار درست است یا نیست، انجام آن عمل درست است یا نیست، آن بحث جدایی هست. ولی آنچه که مورد بحث ما هست اینه که و ینذرون ولا یوفون، نذر میکنن و وفا نمیکنن. آنچه که این خبر را حقیقتا به امر تبدیل میکنه آیاتی است که ما قبلا به آن اشاره کردیم. بعضی از مردم عادت دارن که وقتی به اونها مشکل پیش میایه میگه اگر این مشکلم حل بشه، یا میگه که مثلا به عنوان مثال بعضی از دانشجوها که وقتی در نزدیک امتحانهای کانکور میشن به گردن خود چیزهای عجیب و غریب لازم میکنن. میگه اگر من کامیاب شدم، یا اگر از این امتحان گذشتم، اگر از این ترم گذشتم، اگر فلان شد، اگر فلان شد، من چی کار میکنم؟ یک حیوان را گرفته، گوسفند را گرفته یا یک گاو را گرفته، میرم در نزد قبر فلانی آن را ذبح میکنم و میکشم. در حالی که حدیثی که حضرت علی رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکند، پیامبر علیه السلام میفرمایند لعن الله من ذبح لغیر الله، لعنت خدا بر کسی که ذبح لغیر الله میکنه. امام نسائی و امام احمد و امام مسلم این حدیث را روایت میکنند در صحیح خود و در سنن خود و همچنین در مسند خود. رسول الله علیه السلام چی میفرمایند؟ لعن الله من ذبح لغیر الله، لعنت الله سبحانه و تعالی بر کسی است و الله لعنت کرده کسی را که ذبح میکنه برای غیر خداوند، ذبح میکنه و میکشه حیوانی را، به خاطر خون حیوانی را میریزانه، به خاطر فلانی، به خاطر فلانی، به خاطر فلانی، به خاطر فلان قبر، به خاطر فلان شیخ، به خاطر فلان بزرگوار به تعبیر اونها، به خاطر فلانی و فلانی، هر کس میخواه باشه. رسول الله علیه السلام با صراحت کامل میگن. و عجیب اینه که بینندگان عزیز و گرامی، چیزی که حقیقتا انسان تعجب میکنه برای این مردم، حتی بعضی از حکومت‌ها از پول این نذر و نذورها زندگیشان را و یا دولتشان را میچرخانند. در کنار قبرها صندوق‌های گذاشته خاص یا ذریعه‌های خاص گذاشته برای این که مردم پول بیاندازند داخل آن و آن را باز جمع میکنند به عنوان نذر. و این بیچاره‌ای که از صبح تا به شام کار میکنه، شب را نمیفهمه، روز را نمیفهمه، پول خود را اونجا میاندازه، بعد اونجا مفخورها جیبهای خود را پر میکنند. و جالب این که این منطق بیجای اینها را ببینید، منطق بیجای اینها را میگه این امامی که در اینجا دفنه، یا این امامزاده‌ای که در اینجا دفنه، یا این ولی که در اینجا دفنه و این اولیای خدایی که در اینجا دفنه، متصرف آسمان ها و زمین و این شهر را کنترل میکنه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. این کلامش کفره، این کلامش کفر صریحه که میگه غیر از الله متعال را متصرف در کون میداند. اما بحث ما اینجاست، تناقض اینها را ببینید. وقتی سر قبر این امامزاده و این امام و این ولی یا هر کسی که میخواد باشه بری، وقتی ببینی که در اونجا نذر جمع میکنن، داخل صندوقه ها و صندوقه ها هم قفله. اگر از او پرسان کنی چرا صندوق قفله، میگه دزد داره در اینجا. این بیچاره ای که تو میگی تمام دنیا را کنترل میکنه، نمیتونه صندوق خودش را حفظ بکنه؟ این عجیب منطقیه. منطق اینها را ببینید.
یک عده جیبور، یک عده دزد در لباس اسلام داخل شده اند و پول مردم را به نام نذر لغیر الله، به نام نذر قبرها و زیارتها میکشند و به هر حال جیبهای خود را پر میکنند و حتی حیواناتی که در اونجا ذبح میشه باید به همان پلنگایی که دور پیش اون زیارت یا زیارتگاه یا قبرستان نشستند باید به اونها داده بشه که اونها این حیوان را بدرند و بخورند و شکمایشان را سیر کنند. یعنی انسان تعجب میکنه به عقل بعضی از مردم، به فکر بعضی از مردم. تو چگونه باور میکنی؟ این میگه که این قبر متصرف تمام عالمه، این شهر را این تصرف کرده و این حفظ میکنه، نمیتونه صندوق بالای سر خودش را حفظ بکنه. چگونه این شهر را حفظ میکنه؟ چگونه تو را حفظ میکنه که تو به خاطر اون این کیسه خود را خالی میکنی و جیب خود را خالی میکنی و میندازی در حساب او؟ البته در حساب اون نیست، اون بیچاره مورد سوء استفاده قرار گرفته، بلکه مورد استفاده همان سیاستمدارها و مورد استفاده یک عده گرسنه و یک عده بلا و یک عده وحشتناک که در دور پیش این قبور حقیقتا جمع هستند و معیشت زندگی خود را از اونجا در میارن و از کیسه و از جیب من و تو در میارن و به شکمهای خودشان میکنن و خودشان را بزرگ میکنن. به هر صورت بینندگان عزیز و گرامی بیدار باشید، نذر لغیر الله نکنید، چرا که نذر عبادت است و عبادت را ما هر روز میگیم که ایاک نعبد، یا الله ما خاص عبادت تو را عبادت میکنیم نه کسی دیگر را. پس بناهن حرف خودمان را و کلام خودمان را که در سر نمازها با الله خودمان عهد میکنیم آن را به دیگران باز نگردانیم، بلکه فقط و فقط همچنان که ادعا میکنیم واقعا این گونه باشیم و فقط الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنیم. بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت از خدمت شما رخصت میشم تا اینکه در قسمت بعدی ان شاء الله از موضوع جدید در خدمت شما خواهم بود. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددکار همه من شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.